نوبینایان نوروزی از نتیجه انتخاب وکیلان جمعیت نوبینایان در 2 هفته قبل میگویند بعد از نشر مطلب در رادیوی آزادی درخواستشان پذیرفته شد. نتیجه جلسه قبلی به اعتبار و روز 30 اوگوست آنها از نو وکیل انتخاب کردند. مجلس از نو برگزار شد، عدالت جاری شد، حق به حقدار رسید، بروزگی طرفین بود، یگام اعتراض نبود، همه راضی بود. این مجلس از مجلس همین روزه. این گروه نوروزی از آن شکایت داشتند که هنگام انتخاب وکیلان جمعیت رأی آنها را به نظر نگرفتند. از این رو برای انتخاب شفاف به رادیوی آزادی و وزارت عدلیه شکایت بردند. آنها خواستند جریان انتخاب وکیلان از سوی خبرنگاران و یا مسئولین وزارت نظارت شود. هرچند تا هنوز نامه شکایتی نوبینایان در وزارت عدلیه در حال بررسی است، گروه نوروزی میگویند نشر مطلب در رادیوی آزادی برای برگزاری یک جلسه دیگر مساعدت کرد. هرچند حضور خبرنگاران ناراحتی رهبران فعلی این جمعیت را به بار آورد، ولی انتخاب وکیلان با پافشاری گروه از نوبینایان نوروزی از نو برگزار شد. آنها نتوانستند هیچ نوع پیشبری بعضی از وکیلانی را که خودشان میخواستند در اونجا با گوییم که تکرارا گذاشتن نتوانستند. 2 هفته قبل گروه از نوبینایان نوروزی ادعا کردند که رهبریت جمعیت رأی آنها را به فایده خود می‌دزدد و به قول اعضای نوروزی رهبریت فعلی حقوق آنها را نادیده می‌گیرد. ما کمبودی داریم که یک چیز تشکیل کنند که ما جوانایی که علم آموختگی نیستیم، آموزشی نیستیم، در همین چیزا یک دستگیری شویم، ما تا که ما یک علم یک کسی به خود بیاموزیم، به خود کسب بگیریم. انتخاب رئیس جمعیت نوبینایان در تاجیکستان در 7 سال یک بار برگزار می شود. رئیس را وکیلانی انتخاب می کنند که از نوبینایان منطقه های گوناگون نمایندگی می کنند. انجمن غیر نوبتی برای انتخاب رئیس نوبینایان بر روز 18 سپتامبر این سال تعیین شده است. جمعیت نوبینایان که 9000 اعضا دارد، یکی از اتحادیه های بزرگ غیر دولتی است که مؤسسه و کارخانه هم در اختیار دارد.